علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام پادشاهی عزیز مهربانم. سلام بر کلی شهروندان جامعه تایستان. این روز 1 اکتبر نگره در ناحیه خراسان 70 جوانمردان شهردلان ناحیه خراسان به قوای مسلح سفربر شده ایستادند. نگره پدر و مادران گسل دارند. همه این شهردلان خراسان از طرف رئیس حکومت دولتی ناحیه خراسان محترم احمدزاده الهامجان و 2 شهادتنامه رانندگی و شهادتنامه کامپیوتری مشرف گردانده شد. والدین گرامی خواهش میکردیم همه به جای نشست خویش بگذارند. برامت خواهش میکردیم همه این والدین برامت خواهش میکردیم فرصتی به والدین بازم گسیل کردم وقت جدا شد برامت ایشون چی میره از کربچه؟ بچه کمیسریت بگیم از کربچه دیگه ما میگیریم باید 2021 بود 2022 هست. امروز بهری دعوتمندگان بهری شمایان عزیزان والدین خبرویکانی باغچه کودکانی یکی ناحیه یک نمایش جالبی تیار نمودند